به خیر. منتظر کسی هستی؟ بله، منتظر تنها عشق زندگی. آیاس مال توه. دیروز جفتمون پیش خواهر برادرمون بودیم. خب سرحاد بهم داد. آره، تو هم فیلیزو پیدا کردی درسته؟ آره، همه ی رازو رو از میون برداشتم. الان هر کی تو خونه خودشه. بیا بریم. آقا ارتونو منتظر نذاریم، الان میرسه دادگاه. این بار دیگه کار خداست. حبس ابد میخوره. خدا کنه. عزیزم، مثل همیشه خوشگلی. برای منه؟ همچین بزنمش. آیاس ولش کن، بذار بره تو دادگاه مشت اصلی رو میخوره. بیا. روز بخیر. روز ما به خیره، اما برای شما روز سختی آقا ارتان. دیروز آخر وقت مدارک جدیدی به دستمون رسید. من دیروز گفتم که برای شهادت بیاین، اما ممکنه اینجا به قتلی که انجام دادین اعتراف کنین. چه مدرکی؟ مدرکی که خواهر الوان پینار پیدا کرده. یکی ازتون در حال ارتکاب جرم فیلم گرفته. میتونم ببینمش؟ به چه دلیل؟ اورهان برای کو بیدار نشده؟ نمیدونم، صداش که در نیامده. ای بابا. براک آرهان شریفه. خوشگلم من اینجا. چیزی نیست خوشگلم، چیزی نیست. آروم باش، همه چی درست میشه عزیزم. آرهان شریفه. آمبولانس زنگ بزنین، آمبولانس زنگ بزن. خاله بچم نره، بچم نره، منو تنها نذاره. باشه خود نره. باشه عزیزم، باش. من اینجا. بچم نره، باشه خوشگلم، آروم باش. فهمیده. چقدر خونسرده. جناب بازپرس،
اعتراف کرد. آخه چاره دیگه ای هم نداشت. صاحب شمشیر ظلم با همونم جون میده. داری دلمو میشکنی همسرم. ای خدا این آدم نمیشه. آیاس، به کسی که درخواست طلاق داده میگی همسرم؟ عجیبه. بیا عزیزم، راهو باز کنیم. خاله آروم باشین، دوستان برای رسیدگی هستن. آقای دکتر خواهش میکنم خواهرمو نجات بدید، از دیروز خوریزی داره حامل است. چرا از دیروز نیاوردینش؟ نمیدونستیم، بهمون چیزی نگفته. زود باش، بیا پایین، بیا پایین. یالا 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 یالا، بیا پایین، زود 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 زود. برو ببینم، برو 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 برو، زود باش. تکون نخوری. اگه یکم دیرتر آورده بودینش باید در مورد یه چیز دیگه ای صحبت میکردیم. خدا رو شکر میتونیم سلامتی مادر رو بهش برگردونیم. بچه چی؟ متاسفانه بچه زنده نیست، راستش سخت شده، نتونستیم نگهش داریم. ایشون الان اتاق عمله،
اما نگران نباشین، همه چیز تحت کنترله. بازم بلا به دور. ممنونم. بیا یاشار. ممنونم. مامان، بابا، چیه؟ چشممون روشن، مژدگونی بدین. قاضی چی گفتا؟ الوان کجاست؟ توی اتاق ای نشین. بابا، الان وقت سراغ الوان گرفتنه. رفته مدرسه، گفت نمیخواد عقب بمونه. گفت دیگه نمیخواد دکتر بشه، میخواد وکیل شه. چون هممون مثل نون به عدالت محتاجیم. بگو دیگه دخترم، حکم چی شد؟ به جرم قتل یاسین محکوم میشه. به خاطر همه کسایی که بهشون ظلم کرده دادگاهیش میکنن. خدایا شکرت، خدایا هزار بار شکر. ای خدا، ایشالا که همونجا توی زندان بپوسه. نفرین نکن نالیه. میبینی آدم ها به سزای کار خودشون میرسن. خب الان کجاست؟ گرفتن انداختن زندان. خوبه، پاشو یاشار، پاشو. اون چایی رو ول کن، پاشو ببینم. باشه. پاشو پاشو خیر پاشو. باشه. شما کجا میری؟ کار داریم. با شوهرم میرم گردش، میرم کنار رودخونه. نمیتونم؟ مگه نه یاشار؟ بدو بدو بدو. باشه بریم. ای والا داداش، گفتی سعی میکنه فرار کنه، همین کارم کرد. نمیذارن یه روز خوش ببینه. تموم شد. از این به بعد فقط من برات بابونو میارم. تموم شد. واقعا سعی کرد فرار کنه اما نتونست. دیگر تا نامی تو زندگیمون نیست عشقم. کابوسش تموم شد. ای کاش چشمامو باز کنم و ببینم این 2 سال وجود نداشته. بازم همین جایی، همون جوری که 2 سال پیش بودی. کاش میشد چشمامو باز کنم و بگم اینا همش خواب بوده. دیگه ای کاش نداریم فیروزه، باید شکر کنیم. خدا رو شکر کنار همیم، با همیم، زنده ایم. خیلی درد کشیدیم، سختیامون زیاد بود، اما تو وقتی به هم اعتماد داریم میتونیم از تمام موانع بگذریم. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
آقارتان ملاقاتی داریم. چقدر زود؟ کیه؟ باز چی شده؟ این بار پسرتون به مشکل برخورده؟ از من کمک میخواین؟ مامانت هیچ وقت با دمپایی نزده تو دهنت نه؟ ای کاش به وقتش با دمپای ابری خیس اینطوری محکم میکوبید تو دهنت. ای کاش. قبل از هر چیزی اینو بگیر. خواهش میکنم مادر زن جان، این هدیه است. نه من ازت خواهش میکنم، راستش ازت ممنونم هستم، چون به لطف تو فهمیدم فقیری به نداشتن نیست. فقر یعنی خواستن زیاده از حد. آره فهمیدم این یه تیکه کاغذ اهمیت زندگی من نیست. من کل زندگیمو کار کردم و همیشه فکر میکردم حقمو خوردن، حسودی کردم، دلم خواست، صبر و کنترلمو از دست دادم، اما خدا رو شکر عقل و وجدانمو از دست ندادم. به لطف یه راهنمای خوب وارد تاریکی نشدم. چقدر خوب. خوبه، خیلی خوبه. ببین تو هر شری خیری هست. ایشالله تو هم به راه راست هدایت بشی. ایشالله. با خودت میگی با این همه پول و کارمند و خانواده چرا وارد این راه تاریک شدن؟ اصلا شاید پشیمون بشی. به این فکر میرسی که دیر یا زود عدالت برقرار میشه. نباید با من اینطوری صحبت کنی. شاید یاد بگیری حق کسی رو نخوری و گناه نکنی، با سرنوشت مردم بازی نکنی. شاید حتی توبه کردی ها؟ شاید بعد از توبت اونا که باعث مرگشون شدی کم آرامش برسن. شاید. پاشو عالیه دیگه بریم، بیشتر از این وقت آقارتانو نگیریم. تو هم توی چاه وجدانت یکم دست و پا بزن ببینم میتونی ازش بیرون بیای. بیرون اومدن سخته اما تلاش کن. خوشگلم، آب میخوام. آب میخوام. بیا. رفته؟ بچم رفته؟ براک اینطوری نکن عزیزم. احساس میکنم رفته. من که کاری نکردم. من که کاری نکرده بودم. چرا همه ولم میکنن؟ چرا؟ آیاس، مامانم، داداشم، الانم بچم. من که چی کار کردم؟
که نمیری ها؟ تو که تنهام نمیذاری محوش. براک ولم نکن، تو رو خدا تنهام نذار. عزیزم من خواهرتم خوشگلم. تو کل زندگی تا آخر عمرت کنارت میمونم. دیگه تو زندگی فقط چیزای درست باقی موندن. اونی که رفته از اول مال ما نبوده. خودتو خالی کن تو سبک شی، میگذره، همه چی میگذره. تو هنوز جوونی، عاشق میشی، ازدواج میکنی، بچه دار میشی با مردی که دوستت داره و جایی که خوشحالت میکنه. منم همیشه کنارت میمونم عزیزم، همیشه. کنارم میمونی؟ معلوم عزیزم. حالا چی کار کنیم آیاز؟ یعنی چی میشه؟ از جایی که مونده بود ادامه میدیم. اون همه خیال بافی کرده بودیم. برنامه رسیمون نصفه مونده بود. خیلی کارا داریم فیروزه. مثلا یه آینده در انتظارمونه، با آرزوهایی که داشتیم. یادت میاد؟ آره یادمه. فقط میشه یه بار دیگه بگیشون؟ یه شرکت کوچیک میزنیم با دوستامون. البته الان نمیدونم بقیه کجان، از کسی خبر ندارم. دیگه قرار بود یه خونه داشته باشیم، خودمونم طراحی کنیم. انتخاب رنگ و گلا با تو بود، آشپزخونه هم با من. خونمون. آره خونمون، من و تو با بچه هامون. فیروزه، من همینجا ازت پرسیدم حاضری بقیه زندگی تو با من باشی؟ الان دوباره ازت میپرسم. حاضری یه عمر با من زندگی کنی؟ آره
نه داداش، اتاق تو بزرگه، مال من کوچیکه. اتاق داداش آیاز مال من. فیلیز الان وقت این حرفاست. باید صبر کنی، بالاخره نوبت تو هم میرسه. باشه، حالا میبینی چی کار میکنم. یه روز که نبودی یهو میای میبینی اینجا شده اتاق من. نمیبینم خواهر من، نمیبینم. اینجا دیگه اتاق منه. چه خبرتونه؟ هنوز نرفته سر اتاق من دعوا میکنی؟ چه تیپی زدی داداش؟ حسابی میترکونی ها. آبجی فیروزم حسودیش نشه. نه بابا جدی میگی؟ آره داداش، خیلی خوش تیپ شدی. وای داداش نمیشه نری؟ اصلا اتاقت هم نمیخوام، همینطوری نرو. این حرفا چیه یهو؟ جایی نمیرم، 2 تا خونه اونورتریم. واقعا فکر کردی من تو رو به این وحشی میسپارم؟ نه داداش بیا ببینم. بیا اینجا. اتاق من مال فیلیزا. واقعا که یس. ایشالله بزرگ شدن شما هم میبینم. خب دیگه بریم که دیر شد. یه کاری نکنید فیروزه سرم قرب بزنه. زود باشید یالا، بعد جور شاکی میشه. بذاری منم شارژرمو بیارم، الان میام. باشه زود باش. مته؟ خیلی خوشگل شده پسر. دقیقا همونطوری که میخواستم. با اینکه وحشیم اما بالاخره یه چیزایی سرم میشه ها. خیلی آقایی، آفرین آفرین. فیلیز اومدم. عالیه، از هیجان گرم خوش شد. قرصم هم اینجاست، بی زحمت اونجا بدش به من. وای عالیه عالیه عالیه، همه ی کارا رو باید عالیه کنه. بیا بگی. وای کفشام پامو میزنه، ورم کردم، نگاه کنین خیلی ورم دارم. آره چی میگید؟ هنوز 3 ماهت هم نشده دختر. وای صدا تو شنید؟ ببین مامان بزرگش لگد زد. دست بزن. والا داره لگد میزنه مامان، داره لگد میزنه. الان گلم میزنه براتون. ماشاءالله، فکر میکنم پسره. هرچی خدا بخواد. ایشالله ایشالله. آره داره میزنه. وای ای جانم. دختر خیلی خوشگل شدی یا بابا. مثل فرشته ها شدی عزیز دلم. بیا اومد داماد بیشرف اومد. داداش ماداش نداریم، اومده خواهرمو ببره. فکر کردی میپرم بغلش میکنم یا ماچشم میکنم؟ نه خیر، میرم الان به حسابش میرسم. فاروق خواهش میکنم دیوونگی تا از الان نشونش نده، گناه داره. اتفاقا نشونش میدم. مامان برو اونور ببینم. یه دقیقه وایسین، چیزی نیست، وایسین ببینم. داماد بفرمایین. چیزه اومدیم دنبال فیروزه. تموم کردیم، نمیشه به جاش فاروق بدیم؟ برو کنار بچه، اینقدر چرت و پرت نگو. خوش اومدی بذارم بیای تو. بینم مگه میشه اینطوری؟ چی میگی بیاین تو بیاین تو؟ ای جانم ماشالله پسرم چه کرده، چقدر خوشگل شده مگه نه فاروق؟ مامان جون یه دقیقه وایسا، اینجوری دختر نمیگیرن. اگه اشتباهی کردیم بگین درستش کنیم. بله بزرگترین اشتباهت این بود که عاشق خواهر من شدی، اما یه برادر زن شیر داری که باید به خاطرش خدا رو شکر کنی. روانی داداش بزن
بچه برو کنار بذار بیان تو دیگه. وقت رفتن خونه پدرت. یه تیکه از وجود بابا داره میره. جایی دوری نمیرم بابا. برو دخترم برو. خانواده تشکیل بده. اما اگه ناراحت شدی، اگه دلت شکست، اگه مشکلی داشتی، یادت نره که من اینجا. هیچ وقت غماتو نریز توی خودت دخترم. من از اون باباهایی که میگن با لباس عروس رفتی با کفن برگرد نیستم. در این خونه همیشه به روی تو بازه. بابا جون دخترم دختر خشنگه. ایشالله خوشبخت باشی. امیدوارم آرامش داشته باشی، خوشبخت باشی. فیروزه حاضری؟ حاضرم مامان جانم عزیز دلم. بابا یاشار اجازه هست؟ آره راحت باش پسرم. شما رو اول به خدا بعدم به هم دیگه میسپرم. خدا به همراهتون باشه. خوشبخت باشی.
Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım, silip de unutamadığım sabahlar, kokladım eşyaları. Bir çaresi bulunur elbet yarın, yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur elbet canım, bir uyuyup uyanalım. Ah, bir yolu vardır elbet yarın, yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur çıkmazların, bir uyuyup uyanalım. İçimde saklayamadım, anladılar. Hiç bitmeyen yalnızlığımı, silip de unutamadığım geceler.
çaresi